كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. درس از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله. درس دوم، ایمان به پیامبران الله تعالی، ایمان به زنده شدن پس از مرگ، ایمان به تقدیر نیکی و بدی و حساب و ترازو و بهشت و دوزخ همه حق است. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. ایمان آوردن به پیامبرهای الله تعالی. ایمان آوردن به پیامبران هم مانند ایمان آوردن به کتاب هاست، یعنی عدد آنها را تنها الله خودش می داند. به روایت شماره آنها را 124,000 و به روایت دیگر 224,000 گفتند. در قرآن کریم نام 25 نفر پیامبران ذکر گشته است. ما به همه آنها ایمان آورده ایم، زیرا که همه از طرف او تعالی فرستاده شدند و شریعت و فرموده او را اجرا کرده اند. رسول خاص است از نبی، زیرا همه رسول نبی است، ولی همه نبی رسول نیست. ترتیب بین این سه کلمه ملائکه، کتاب و رسول از برای این است که ملائکه کتاب را به رسول می آورد، بنابراین کلمه ملائکه مقدم آمده است. حالا این که به اجماع عالمان امت کتاب افضل از ملائکه است، چون که کتاب سخن او تعالی است. پس می گوییم ایمان آوردن به ملائکه های او، به کتاب های او و به رسول های او. ایمان آوردن به این که زنده گردانیدن بعد از مرگ حق است و راست. ایمان و باوری داشتن به حیات بعد موت، این هم از رکن ایمان می باشد. وقوع آن روز قیامت بعد دمیدن سور دوم اسرافیل علیه السلام می باشد. همه اعضای مردگان را الله تعالی با امر قدرت خود جمع کرده، آنها را برای حساب و کتاب زنده ساخته به حضور خود می خواند و احوال روز قیامت را مرحله به مرحله می گذرند. آیت های 16 سوره مؤمنین و 79 سوره یاسین گفته های بالا را تقویه می دهند. ایمان آوردن به حشر روز قیامت از ضروریات دین است و انکار آن به یقین کفر است. در اخبار آمده که در آن روز همه صاحبان نفس، آدمان، جن، شیطان، بهائیم، حشرات، پرندگان، گوشتپاره‌ای که از مادر تولد شده است اگر نفس کشیده باشد، از آن اعضایش که باقی مانده است زنده می گردد. اگر چیزی از آن باقی نمانده باشد، پس خداوند آن را از دمغازه اش از نو احیا می سازد. ایمان آوردن به تقدیر نیکی و بدی که همه از سوی الله تعالی است و ایمان آوردن به تقدیر خیر و شر، انسان باید ایمان قوی داشته باشد که چی عمل و قولهای دارد مخلوق خدا اند، صرف نظر از اینکه خوبند یا غیر آن، اما کسب و فعل آن از خود بنده است. خلاصه هر نیکی و بدی که به سری بنده می آید همه را باید از سوی خدا داند و به قضای و قدر راضی شود، زیرا انسان قادر نیست که تقدیر خود را تغییر دهد. اگر انسانی با ایمان عمل خیر کند و به طاعت و عبادت حرکت زیاد داشته باشد و همه را برای دریافت رضای خداوند به جا بیارد، پس الله تعالی از او خوشنود گشته به چنین بنده ثواب زیاد، اجر نیکی و عاقبت بخیر وعده می دهد. اگر برعکس گفته های بالا عمل نماید، پس به غضب خدا دچار گشته عاقبتش تنها به الله تعالی معلوم است. این دو حالت هم اراده خداست، به اراده او هیچ کاری کرده نمی شود. تکرار می کنیم که به بنده اختیار جزئی داده شده است که بنده در انتخاب عملی بد یا نیک آزاد است. بنابراین روز حساب و کتاب قیامت از بنده پرسیده می شود که عمر خیش را در کدام راه صرف کرده است. برای افعال در دنیا داشته او اعضای بدنش، زمین، فرشتگان دو کتف یعنی کرامان کاتبین شاهدی می دهند.
و حساب و ترازو و بهشت و دوزخ همه حق است. طوری در بالا اشاره رفت همه عملهای انسان خواه نیک باشد خواه بد همه به حساب گرفته می شود و یک ذره از آن نزد خداوند پنهان نماند. همچنین ترازویی که عملهای انسان را در آن برکشیده می شود حقیقت است. اگرچه عملهای انسان به عقل انسانی به ترازو نهاده نشود زیرا که جسم نیستند، ولی خداوند همه آنها را جسم گرداند و آنها را بسنجد. جنت و دوزخ حقاً درست. جنت نعمت خانه پروردگار است و آماده کرده شده است برای بندگان صالح و نکوکار. دوزخ باشد برای گناهکاران درگاه خدای تعالی عرض هستی کرده عذابخانه است. کمترین عذاب این است که اخگر در زیر پای گناهکار نهاده شود که از آتش آن مغز سری انسان بجوشد. خداوند از این پناه دارد. اینچنین صراط، حوض و دیگر احوال روز قیامت که در آینده خدا اگر خواهد ذکر شد همه اش حق است. با همین درس امروزه را به آخر می رسانیم. منتظر درس های آینده باشید. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند. تصفو الحياة